سلام. خوب نیستیم. منم همینطور. واقعیت فضای کتاب خوندن زیاد برای روحیم فراهم نبودیم چند روز و یه انیمه دیدم. انقدر به این اعتقاد دارم که دریافتهای شما قشنگتر و کاملتر از دریافت خودمه که فقط نقل میکنم خودتون دریافتتون رو هر چقدر که دارین همونقدر درسته. 2 بچه مدرسه‌ای 12 ساله، یکیشون وقتی که میدوید نفس تنگی شدید میگرفت و نمیتونه حتی تو جمع حرف بزنه. از یه شهر دیگه منتقل شده بودن اینجا. یه روز تو خیابون برخورد کرد با یکی از بچهای هم مدرسه‌ایش که اون از قضا قهرمان 200 متر بود و خب یه شهرتی تو مدرسه داشت. بچه وایساد اعتراض کردم به شرایط که نمیدونم باید با مشکلاتم چی کار کنم، نمیدونم باید چی کار کنم، نمیتونم با مردم ارتباط بگیرم، نمیتونم این مشکل رو حل کنم. همکلاسیش هم مدرسه‌ایش بهش گفتش که میتونی 100 متر بدوی؟ و اینطوری که گفتش که مطمئنی میتونه مشکلات منو حل بکنه؟ گفت نمیدونم، ولی شاید این تنها کاری که میتونی انجام. اون بچه 100 متر دویدن رو انجام داد، نه 1 روز، نه 2 روز، نه 3 روز، هر روز یه جوری که انگار زندگیش بهش بستگی داره. و یه مسابقه تو مدرسه برگزار شد. روز قبل از مسابقه کفش این بچه پاره شد. وقتی دوستش ازش پرسید که خانوادت میتونن برات کفش تهیه کنن، گفت نه و با چسب نواری کفشش رو چسبوند و با همون کفش رفت و مدال طلا گرفت. حرفم حرفیه که اون بچه روز قبل از مسابقه زد. گفت اگر من اول بشم به هم مدال طلا میدن. گفتش که چطور؟ آره فکر کنم قطعا میدن دیگه. گفت شاید این تنها چیزی باشه که من تو زندگیم به دست آوردم. 200 متر شما چیه؟ همون انجامش بدین. دنبال انجام کارهای بزرگ و خیلی خفن و اینا نباشه. هر کی قد توانش همون قد کافیه. مرسی.